داور و رفشت دو ساکنی 20 ساله جماعت پانغاز نویه اشت به اون گمان بر می شوند که ماه ینور شبانه به ماشین عادل نام کسی سوار شدن یک زن 31 ساله ساکن پانغاز را به نوار گرفته از این زن 4000 سومونی طلب کردند. آنها روز 24 اپریل هنگام گرفتن این 4000 سومونی از جبر دستگیر شدند. بر ضد این دو جوان بر اساس قسم دوم ماده 250 کودکس جنایتی تاجیکستان با اتهام تمجیدی از جانب گروه شخصان با مصلحت پیشکی پرونده جنایتی گشودند. به آنها بر اساس این بند قانون همچنین جزا از 10 تا 12 سال زندان تهدید می کند. ساکن 32 ساله مرغاب به اون ابدار می شود که روز 20 اپریل در موضع قردیمور دست به شکار غیر قانونی زده یک بز کوهی سیبیری را با کمان ایش 16 یره دار کرده است. طبق خلاصه مرکز تأمینات بیخطری آذوقه‌واری در ناحیه مرغاب گوشت مصادره کرده شده به گوشت بز کوهی سیبیری تعلق داشته وزن خالصش 25 کیلوگرم را تشکیل می‌دهد. شعبه حفظ محیط زیست ناحیه مرغاب ضرری به فوند شکاری رسیده از این شکار غیر قانونی را 6000 سومونی حساب کرده است. دو نابالغ 17 ساله روز 22 اپریل ساعت 13:30 در نزد کالج آمار شهر وحدت یکدیگر را لطوکوب کردند و یکی از آنها با کار دقت شونده یک مرتبه به قسمت بالایی ران پای چپ نابالغ دیگر زده است. در نتیجه جبر دیده جراحت‌های جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. حالا هر دو را به اوباشی عیبدار می‌کنند. ساکن 53 ساله جماعت چارکوی اسفره برای قاچاق غیر قانونی چاروا دستگیر شد. وزارت کارهای داخله گفت که او روز 20 اپریل 48 سر چاروای کلان شاخدار ذات سرسفید قزاقی را جمع به مبلغ 241,500 سومونی بدون نظارت گمرکی، بی دکلراسیا و سپاریدن باج گمرکی با روی قاچاق از قرقیزستان به تاجیکستان وارد نموده است. روز 20 اپریل کارمندان میلیسیا این 48 سر چاروای قاچاقی را همچنین دلیل اشعاعی مصادره کرده به ضد ساکن چارکو بر اساس قسم دوم ماده 289 کودکس جنایتی تاجیکستان پرونده گشوده به او بر اساس این بند قانون جریمه به اندازه از 119 تا 1460 نشان دهنده و یا از 5 تا 8 سال زندان تهدید می کند. روز 23 اپریل تخمینا ساعت 16 محمد ایوب میرهویف ساکن 54 ساله جماعت استقلال نویه شهر نو در راه ترسونزاده دوشنبه زیر چرخ ماشین دیو نیکسیا تحت اداره ساکنی 40 ساله جماعت سهشنبه ترسونزاده فیضوف مرادعلی مانده بر اثر جراحت‌های وزن جسمانی برداشتش صبح 24 اپریل در بیمارستان جان باخته است. هر سال بر اثر صدمه‌ها در راه‌های تاجیکستان تا 400 نفر جان باخته بیش از 1200 تن دیگر معیوب می‌شوند.